الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز خواستم همراهتان درباره محرم ها صحبت داشته باشیم تا که این مسئله که یکی از مسئله های جدی هم اوئلوی هم فقهی می باشد برای همگان روشن شود. و درباره محرم وقتی صحبت میکنیم اساسا در ما دو آیت قرآن کریم، یکی در سوره نساء آیت 23، دیگری در سوره نور آیت 31 است که پروردگار کیها برای مردها محرم هستند، کیها برای زنها محرم هستند کلا برای ما آشکارا بیان کرده است. و این چنین بعضی حدیث های دیگر هم هست که بعضی شخصانی که در آیت ذکر نشده است پیامبر به ما بیان کردند. و چون در این مسئله خواهران زیاد درباره کیها محرم هستند کیها محرم نیستند، خصوصا در میدانیم عرف و عادات تاجیکانه ما که ما خیلی با یعنی رابطه های خویش و تباریمون الحمدلله قوی هست، خویش و تبار آمد و رفت دارند، به کدام آنها تا چه اندازه از نزدیک سلام علیک کردن ممکن است و در نزد آنها چی پوشیدن ممکنه، چی پوشیدن ممکن است، کدام از اینها به ما محرم میشوند میپرسند. خواستم همین مسئله کاملا برای شما عزیزان آشکار شود تا که در این مسئله یعنی یگان به یگان شک و شبهه نافتید. در آیت 23 پروردگار برای مردها کیها محرم هستند کلا بیان میکند در آیت یعنی 23 سوره نساء. در آیت 31 سوره نور برای زنها در نزد محرم ها چی پوشند و چی نپوشند بیان میکند و بعضی محرم ها را آنجا هم تکرار میکند. و بیایید شروع میکنیم از آیت 23 سوره نساء که پروردگار میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. همینجا خواهران عزیز و تمام عزیزانی که بنده را میبینید و میشنوید، اولا پروردگار محرم ها از جهت نسب را یک به یک بیان میکند. یعنی برای یک مرد از جهت خویش و تباری، از جهت پیوند خونی که ها محرم هستند. یکم میگوید برای شما محرم هستند، نکاحشان کاملا حرام است و آنها محرم شما هستند، تنها به تنها میتوانید بمانید، همراهشان میتوانید سفر کنید، آنها در نزد شما میتوانند به حجاب استند. یکم امهاتکم، مادران شما، یعنی مادری که شما را تولد کرده است و مادر از آن هم مادر بزرگ ها به این داخل می شوند. یعنی برای یک مرد مادر بزرگش، مادرش از آن هم بزرگتر اگر باشند محرمش هست و این چونین از طرف پدریش هم مادر بزرگ و از آن بالاها. برای زن هم عیناً همین گونه پدر بزرگش از آن هم باباهای کلانی داشته باشد از جهت پدر و مادری برایش محرم هستند. در دوامش الله میگوید و اخواتکم، و خواهران شما، چی خواهرانی از زاده خودتان باشد، چی خواهر از جهت مادری یا پدری باشد. یعنی پدرتان یک است و مادرتان جدا هست، مادرتان یک است و پدرتان جدا باشد هم، چون اینجا پیوند خونی در شما وجود دارد، برای شما محرم هست. و در دوامش میگوید و عماتکم، و عمه های شما محرم هستند. تو جیانی که نباشه، خواهرزاده برادرزاده که نباشه، برای تو او محرم است. این چونین عمه پدرت، عمه مادرت. برای زنها هم تقایشون محرم هستند، عمکیشون محرم هستند، تقایی پدرشون محرم هستند، تقایی مادرشون هم محرم هستند. و در دوامش میگوید و خالاتکم، و خاله های شما برایتون محرم هستند. یعنی خواهر مادرتان، اما که میدانیم خواهر پدر است، و خاله خودتان، خاله پدرتان، خاله مادرتان هم محرم است. برای زنها باشد تقاییشان، تقایی مادرشان، تقایی پدرشان هم محرم است. و بنات الاخ و بنات الاخت، و خواهرزاده و برادرزاده، خواهرزاده فرزندهایش، برادرزاده فرزندهایش هم همه اینها برای شما محرم هستند. البته شوهر خواهرزاده و زنی خواهرزاده نیو آنها ینگه هستند، کلین هستند، اما خواهرزاده خودش یعنی جیانها همش برای شما محرم هستند. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم. اکنون تو به این موضوع گذاشتن، همینجا در اول پروردگار مادر و مادر بزرگ، دختر و تمام نبیره ها، خواهر و این چونین عمه و خاله و جیان ها رو به ما گفت اینها محرم شما هستند. در دوامش درباره محرمیت از جهت شیرخورگی صحبت میکنند. یعنی عزیزان، در ما یک نفر برای شما از یک این سه راه ها محرم می شود، یا از جهت نسب خویشاوندی، یا از جهت شیرخورگی، یا از جهت ازدواج یعنی نکاح.
که از جهت نیکو خیلی کم محدود هستن آنهایی که به ما محرم میشوند، اما از جهت شیرخورگی و از جهت نسب خیلی مسئله وسیع هست. در دوامش پروردگار میگوید و امهاتکم اللati ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، و به شما هر مادری که شیر داده باشد محرم هست و برادران خواهرانی که یا خواهرانی که از جهت شیرخورگی برای شما خواهر هستند. یعنی هر دخترکی که همراهی او از یک مادر شیر خوردید، پدر و مادرتان یک نباشن هم وای محرمی شما هست. و در ما حدیث در صحیحین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب. هر کسی که از جهت خون نسب به تو محرم می شود، همان گونه از جهت شیر هم محرم می شود. یعنی تو اگر از یک مادر شیر خوردی، همون زن شوهرش، خواهرانی همون شوهر یعنی پدر رضایی تو، پدر شیرخوری تو، خودی همون زن، خواهر و برادران همون زن، پدر و مادری همون زن، تمام فرزندان همون زن به تو محرم می شود. گویا که تو در همان عائله تولد شدی. یعنی یک کودک از یک مادر شیر خورده باشد از یک زن، گویا که در همان عائله تولد شده است، همه آن عائله برای او محرم می شوند. البته محرمیت فقط همین که با آنها سلام علیک کردن و تنها نشستن ممکن است، اما میراث نمیگیرند. یعنی چگونه که از فرزند خود یا پدر و مادری زاده از یکدیگر میراث میگیرند، در مسئله میراث نمیگیرند، اما آنها دیگر خویش و تبار حساب میشوند. و پروردگار میگوید و هر مادری که به شما شیر داد و این چنین خواهران شما از جهت شیر خورگی، و چه خیلی گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن همه خویش و تبار چه خیلی که از جهت خون به تو محرم میشوند، از جهت شیر خورگی هم محرم میشوند. یعنی تو از یک نفر شیر خوردی، همون زن نبیره هایش به تو مثل جیانت می شود. خواهری همون زن عیناً مثل خاله‌ات به تو محرم می شود که با آنها ازدواج کردن ممکن است. فقط اینجا چند بار باید شیر خورد یک مسئله اختلافی بین علما هست که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهب امام مالک یک بار پره شیر خورد محرم می شود. در مذهب امام احمد 5 بار باید شیر خورد. مثلا در مذهب امام شافعی 3 بار باید شیر خورد، که کمی یک مسئله اختلافی و هر یک مذهب دلیل خودشون رو دارن. الله نصیب کرده باشد در یگان صحبت دیگر درباره با چند بار شیر خوردن و قول راجحش کدام است صحبت میکنیم. و اینجا پروردگار بعد از اینکه به ما از جهت شیرخورگی که ها محرم هستند، از جهت نکاح که ها محرم میشوند بیان میکند. و الله میگوید و امهات نسائکم و ربائبکم اللati فی حجورکم من نسائکم اللati دخلتم بهن فإن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. و این چنین برای شما مادران همسرانتان، یعنی مادری همسر خوشتامند. برای مردها خوشتامند محرم دائمی و ابدی هست. حتی زنش را طلاق دهد هم آن زن برایش نامحرم می شود، اما مادری آن زن محرمش میماند. محرمش میماند یعنی با او هرگز ازدواج کردنش ممکن است، تنها به تنها نشستنش ممکن است و مثل پسرش میماند. یعنی مادری همسر تو همیشه تا ابد تا قیامت بعد از اینکه دخترک رو به نکاحت گرفتی چه است؟ محرم تو است. و الله میگوید و مادری همسران شما و بیبی همسران شما هم و این چنین دختران همسر شما. یعنی یک زنک رو به نکاحت گرفتی، او همراه خود دختر دارد از دیگر شوهرش، او ربیبه حساب می شود. یعنی تو پدر اندرش هستی، اما محرم ابدی تو هست اون دخترک. اگر مادرش رو طلاق دهی هم اون دختر برای تو محرم میماند. و این چنین نبیره هایت، یعنی همون دخترک اگر فرزند داشته باشد هم برای مرد محرم میماند و برای زن هم پسرهای شوهرش محرم میماند که در آیتی سوره نور کمی بعد در بورش صحبت میکنیم. و الله میگوید و ربائب شما، یعنی دخترکای زنتان اگر زن فرزنددار بگیرید محرم شما هستند. اگر با آن همسر یعنی هم خوبگی کنید، یعنی یکی گرفتید و تماما نزدیکی نکرده طلاقش دادید، عموما آن دخترک برای شما محرم نمی شود. و در دوامش میگوید و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، و برای شما عروسانتان یعنی همسران فرزندان شما محرم می باشند. یعنی کلین برای خسورش یا گفتیم پدر شوهرش محرم ابدی دائمی هست.
اینجا زیاد خواهران در این مسئله هم میپرسن که خسرم همراه ما زندگی میکند، میتوانم با روی مالچه از پشت سر که عادت تاجیکی در خانه روی مال از پشت سر میبنده ممکن است؟ پروردگار خودش گفته ایستاده است که برای شما خسرتان محرم است و محرم شما مثل پدر است، مگر اینکه خدای نکرده میدانید بعضی آدمیزاد نفس خبیث دارن، یعنی حتی به دختر خود هم با چشم بد نگاه میکردگی انسان های مریض هستن، یعنی بیمار میگه خیلی انسان ها رو، چون که عموما آدمی از عقل بیگانه هستن که در این وقت خودت رو احتیاط کردی بهتر است. اما در عموم وقتی یک خسوره با آداب و اخلاق خودش رو داری، اون مثل پدرت هست که الله میگه و از زنی فرزندان شما هم برای شما محرم هستند اگر فرزندی خودتان باشد، یعنی فرزندی کلان کرده تان نباشد. و میگوید و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، و برای شما حرام است که دو دخترک را در یک بارگی به زنی گیرید مگر اینکه پیشتر این گناه رو کرده باشد، یعنی تو نازل شدن این آیت. همینجا عزیزان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یک دخترک رو همراه عمه اش و یا خاله اش به نکاح خود نگیرید، برای اینکه دو خواهر زنی یک نفر باشد یا عمه و جیان یا خاله و جیان زنی یک مرد باشد، خواه و نخواه بین زنها که در خانه پیامبر هم این گونه مشکلی بود، یک تلاش می شود و سیله رحم ها پوره می شود. در اسلام خواهر همسرت برای تو محرم است، اما محرمی موقتی، یک وقتینچه. یکی اون دخترک یعنی همسرت وفات کرد یا طلاقش دادی، خواهر او به تو گشته نامحرم می شود، اما تا اون وقت همچون محرمت هست، او رو به نکاحت گرفتنت هرگز جایز نیست، اما در نظرت باید با حجاب باشد چون محرمیت او محدود است، رابطگی دارد به نکاح شما. اگر نظر کرده باشیم عزیزان در همین آیت از سه جهت، از جهت نسب چه خیلی گفتم، از جهت شیرخورگی و از جهت نکاح که ها به ما محرم می شوند پروردگار کاملا بیان کرد. اکنون اگر برگردیم، یعنی برای مردم برگردیم به آیت 31 سوره نور، پروردگار میگوید ولا یبدین زینتهن الا لبؤولتهن او آبائهن او آباء بؤولتهن او ابنائهن او ابناء بؤولتهن. دوام میدهم انشاءالله. زنها زینت های خود را آشکار نسازند مگر برای شوهران خود، برای پدری خود، برای پدر شوهر خود. و دوام محرم ها که الان میخوانم درباره زینت ها، یعنی زیادی خواهران اکثریت سوال ها همین گونه می آید که میپرسند آیا ما میتوانیم در نزد پدر خود بیروی مال باشیم، یعنی سر لوج باشیم، یا تای تاجیکی میدونیم کرته های تاجیکی آستین کلته در نزد خسور خود باشیم؟ اگر نگاه کرده باشید در یگان جا آمدگی نیست که هیور محرمی تو باشد، یعنی خواهر زند محرمی وقتینچه تو هست، اما برای زن برادر شوهرش رو پیامبر میگن الهم و موت. حدیث در بخاری هست که خویش و تبار شوهر یعنی برادر و جیانهای شوهر نامحرمند، از آن هم بدتر مرگ هستند که تو آن رو خویش و تبار فکر میکنی اما او برای تو نامحرم است، یکی با او به یگان گناه دست نزنی. برای همین اینجا پروردگار وقتی میگوید شما زینت های خود را میتوانید به شوهر خود اولا، بعداً به پدر خود، بعداً به پدر شوهر خود حاضر دوام میدیم آشکار کنید. زینت چی هست؟ زیب و زینت زن میدونیم انگشتر است، دستبان است، گوشوار هست، گردنبند است و عرب ها به پایهایشان هم پایبند بعضی طلاها آویزان میکردن. اینجا در تفسیرش نوشتگی است که زینت یعنی یک حلقه را نشان دادن خودش را عادید همیشه مباح است، اما مکان حلقه یا مکان گوشوار یا مکان گردنبند را نشان دادن را الله در نظر دارد که شما ای زنها در نزد محرمتان اگر گردنتان گشوده باشد یا اینکه دستهایتان تا اورنج کشوده باشد یا پایهایتان کشوده باشد، اما پایها میدونیم به عرف نگاه کرده بعضیا مثلا کمی از زانو پایانتر باشد، در بعضی جایها بوکه ندارد که زنها کمی ایزارهایشان رو بالا کرده به کارهای خانه مشغول میشوند، اونهایی که بوق و راغ دارند و دیگر گاو و گوسفند دارند میدونه. بعضی ها هستند که کمی دیگر مثلا پایانتر را این از اخلاق میدونند. عموما این به عرف برمیگردد که در عرف همون مکان مسلمانی زنها در نزد محرمهایشان چی میپوشند. مثلا حدیث در صحیح هست که همسر ابو حذیفه به پیامبر اومده میگویند پیامبر الله ما وقتی این کودک رو گرفته کلان کردیم او تماما میده یک بود. الان من در خانه با لباس های کلتم و بعدن مرا میبیند که پیامبر میگن تو میتوانی به او شیر بدهی،
یعنی مرا در با لباس های کوتاه میبیند میگویند. یعنی در نزد محرم معنیش این است که یکی لباس تو مثلا آستینش کوتاه باشد، یکی مثلا از آن پایانتر، یکی پایتان نماید، انشالله بوکه ندارد. حدیث دیگر است که وقتی حضرت عایشه کرته پوشیده بودند که یعنی سرشان نمایان میشد، موی سرشان نمایان میشد، اگر بالای سرشان را پوشند پایشان نمایان میشد. در نزد یک پیرمرد بودند که غلامشان بود، که پیامبر میگویند این پیرمرد مثل پدرت هست. یعنی بعضی پیرمردها هستند که عموما آنها مثل کودک هستند و باکی ندارد، اما او هم غلام حساب میشد که غلام هم همچون محرم حسابیده شده بود. همینجا یعنی از این حدیث ها جمع می شود که یعنی نفرانی که میگه در نزد پدر هم آستین کلته هیچ ممکن نیست، در نزد پدر هم باید گردن ها پنهان باشد، سریلو چیز ایستادن ممکن نیست، این را از نزد خودتون میگوید. این چیز با دین رابطه ندارد. یعنی اسلام تا این اندازه نیست که زن رو در داخل خانه هم باید سرت کاملا پنهان باشد و تو کار باری خانه میکنی، خواهی نخواه در نزد خسارت که خشتمان در خانه باشن همه دستهایت پنهان گفته باشد. یعنی این چیز رو کسایی که میگوید تماما از یگان آیت و حدیث نمیگوید، از پیش خودتون همین گونه یک سختگیری دارید که این را نباید با دین رابطه دهید. و همینجا وقتی الله میگه زینت هایتان را میتوانید در نزد شوهرهایتان، یکم یعنی شوهر، در نزد شوهر میدونیم زن همه نمود لباس ها رو پوشیده میتواند چون محرمی اصلیش هست و خلوت با شوهرش دارد. اما در نزد پدرش، پدر شوهرش که محرم هست، در نزد برادرش، در نزد تقایش، در نزد جیانهایش، یکی گردنش کشاده باشد که موضع زینت است که الله اجازه میدهد، یا دستهایش تو اورنج باشد مکان طهارت کردن، یا اینکه سرش لج باشد، انشالله به این گناهکار نمیشود. اما چه خیلی گفتم بعضی انسان های هستند که خبیث هستند، یعنی پلیدی در قلبشان است که آنها ببخشید خواهر خود هم با چشم بد نگاه میکنند. همه میدونند که انسان همین گونه مریضی دارد، بیماری دارد. در این وقت این گونه چیز را حس کرده البته کاملا خود را محافظت کنید و کاملا پنهان کنید. اکنون در آیت 31 سوره نور الله میگوید و مکانهای زینت خود را یعنی گردن و دست و سر و نشان ندهند، یکم مگر برای شوهرهایشان، دویم برای پدرشان و پدر شوهرشان که خصوص همیشه محرم است، یا اینکه فرزندهایشان نبیره ها، یا فرزندهای شوهرشان. یعنی فرزند شوهرت اگر با یک مرد فرزنددار ازدواج کرده باشی، پسر او و نبیره های او برای تو محرم می شود اگر چه دختر جوان باشی، یا اینکه برادرانشان، یا فرزند برادرانشان، یا فرزند خواهرانشان. یعنی جیان ها همشان و فرزندهای جیان ها برای زن و برای مرد محرم هستند، یا برای زنهایشان یعنی زنهای مسلمه. برای همین زنی مسلمان در نزد زنی کافر برهنه ایستادنش ممکن نیست با نص همین آیت قرآنی کریم. او ما ملکت ایمانهن، یا اینکه در نزد غلام هایشان، یعنی اگر زن غلام داشته باشد او مثل فرزندش هست، آدمی کلام باشد مثل پدرش هست که الحمدلله ما دیگر غلامداری نداریم. و الله میگوید او تابعین غیر اولی الاربه من الرجال، یا اینکه مردهایی که اینقدر پیر و فرتود شدن که دیگر آنها به زنها میل ندارن، یعنی زنها رو دیده یگان شهوتشان هرگز نمی آید، یا عموما آنها میل به زن ندارن، مثل کودک شدن. بعضی مردها هستن که خیلی مثلا یک بیمار میشوند بعد از 70 سالگی الکل میبینید که دست ها لرزیده است، پای ها لرزیده است، عموما مثل کودک میشوند. الله میگه بیگانه باشد هم یک پیرمردی که عموما دیگر میل به زن ندارد که از احوالش معلوم میشود او مثل محرم تو هست. اگر یک گردنت کشاده باشد یعنی رومال میده پوشیده باشی، یا چگونه که در نزد پدر و فرزندت میستی باشی، ان شاء الله گناهکار نمیشوی که آیت قرآنی کریم است. و میگویند و الله میگوید او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا کودکان بیگانه که هنوز خرد هستند و عورت چی هست نمیدونن، یعنی جسم های زن رو جدا نمیکنن، مثل کودک هستن، همه زن رو مادر میبینن، خاله میبینن که 7 ساله 8 ساله کودک ها بعضن الکی کلون بر این چشمشون، یعنی از شکلشون معلوم. بعضی ها هستن که 8 ساله هستن 7 ساله هستن مثل کودک میدهچه هستن. در این وقت یعنی به شکل و به رفتار کودک نگاه کرده در نزد او سطر میکنید یا سطر نمیکنید. انا همین بود عزیزان دو آیت که سراسیمه شدم که زودتر مسئله رو فهمونم تا گپ دور و دراز نشود. و میدونید از اسلوب های مسلمه نور محمدی این است که خیلی کوتاه‌تر و خیلی تیز صحبت میکند. همینجا دو آیت را بعض دیگر جمله های دیگرش هم هست که به مسئله
محرمیت که رابطه نداره تفسیرش نکردیم یا بیانش نکردیم. 2 آیه درباره محرمیت رو خواندیم و عزیزان پیامبر اینجا میگویند خاله و عمه عروست برای تو همچون خواهری خود همون عروس گرفتنش یک جای ممکن نیست. آنها محرم یک موقتی می شوند و این چنین از جهتی گفتیم شیرخورگی که درباره شیرخورگی ان شاء الله یک موضوع وسیع و علل خصوص برای بانوان خیلی مهم است. ان شاء الله در صحبت دیگری همراهتون صحبت میکنم. امیدوار هستم که خیلی یک معلومات مهمه برای زندگی خود گرفتید. پروردگار اهل تقوا بودن و عمل کردن با همین کتابش که مخصوص برای عمل آمده است برای یکایک ما و شما نصیب گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.